های گایز، ما برگشتیم با یه ویدیو دیگه و این دفعه قرار هوش مصنوعی بارت گوگل رو بهتون معرفی کنم. بارت از خیلی از جهات شبیه چت جی پی تی، البته تفاوت خیلی جالبی داره که نسبت به چت جی پی تی بعضی جاهاش بهتره و بعضی جاهاش بدتره. حالا بریم ببینیم. اولا که فقط از طریق لوکیشن آمریکا و اروپا بهش دسترسی پیدا میکنه و نمیشه از طریق ایران خودمون وارد این بخش شد. این حواستون باشه. حالا مثلا لوکیشن اروپا هم بعضیش هنوز جواب نمیده و باز نشده، ولی برای مثلا فرانسه اوکی، آلمان اوکی و خود آمریکا میتونین از این لوکیشن ها استفاده کنید. اگر دیدین بالا نمیاد و نوشته برای در دسترس شما نیست، لطفاً نرم افزاری که داریم باش میچرخیم و لوکیشن رو عوض میکنیم تغییر بده. با یه همچین صفحه مواجه میشین. روزهای اولی که اومده بود هنوز چت هیستوری نداشت مثل چت جی پی تی و فقط یه بار میتونستیم باش چت کنیم. وقتی هم که میبستیم دیگه همه چیز پاک شده بود و دفعه بعدی که برمیگشتیم دوباره از اول. ولی آخرین آپدیتش فکر کنم 2 هفته پیش بود، چت هیستوری اضافه شد و خیلی چیزایی دیگه، مثل این که الان مثلا من یه سلام قبلا داده بودم بهش و هنوز داره نشون میده. وقتی میزنیم میتونیم یه چت جدید ایجاد کنیم و شروع به صحبت باش بکنیم. چون بسته به سیستم گوگل و گوگل ترنسلیت اصلیش زبان فارسی هم خیلی خوب میفهمه، حتی میتونیم اینجا گوش بدیم. Hi there. How can I help you today? از این لحاظش خیلی خوبه. تنظیماتش که بیشتر جواب بده، more professional که بزنیم، خیلی عمیق‌تر جواب میده. یا میتونیم همین رو گوگلش کنیم به جای اینکه خودمون دنبالش بگردیم. مثلا مستقیما دیگه میاد صفحه گوگل رو باز میکنه و براتون سرچ میکنه. ترجماتش هم که فقط فعلا تمو داره و چیز خاص دیگه این نداره. حالا مثلا میخوایم ازش بپرسیم بهترین سایت مثلا ایران، با اینکه من غلط املایی داشتم خودش فهمید و دسته‌بندی کرد حالا سایت ها رو. حالا بهترین سایت اونو میگه آپارات بچه که خبره. و یه مزیتی که بارت نسبت به چت جی پی تی داره اینه که آنلاین، یعنی سرچی که میزنیم جوابی که ازش میخوایم و همزمان میره تو خود سرچ گوگل هم میگرده. آنلاین ترین جوابی که میتونه مثلا واسیم یه چیزی بزنیم که جواب آنی داشته باشه. مثلا برای اینکه آنلاین بودنش رو نشون بدم، من ازش پرسیدم مثلا آخرین پست توییتر تو کل جهان چی بوده و گفت الانی که تو داری این سوال میپرسی 3 آگوست 2023 ساعت 1:06 بامداد به وقت PST و رونالدو مثلا ساعت 12:51 پست گذاشته و اینقدر لایک گرفته، اینقدر ریتوییت گرفته و کاملا آنلاین. حالا میگه که ممکنه الان پست جدیدتری هم منتشر شده، ولی خب توسط مثلا موتور جستجوی توییتر ایندکس نشده که من بتونم دسترسی پیدا کنم بهش و برای هم میبینیم که کاملا آنلاینه. این مزیتش نسبت به چت جی پی تی، ولی یه مقدار کانتل. به خاطر همین که این جواب بده تقریبا 10 ثانیه طول کشید، در حالی که چت جی پی تی سریعتر به جواب میده بهت. ولی خب آفلاین ما نمیتونیم ازش چیز آنلاین بپرسیم. یه قابلیت دیگه که داره بارت نسبت به چت جی پی تی، میتونیم عکس براش بفرستیم. مثلا میشه عکس براش بفرستیم، مثلا ازم بپرسیم این چیه. حالا من یه مقدار زبانم ضعیفه، ممکنه غلط املایی گرامری هر چیزی داشته باشم، زیاد توجه نکنم، ولی خب اون خود گوگل میفهمه. میگه که خب لوگو توییتره و میشه از توییتر رو برای من توضیح داد. چون من اینجا حالا میتونیم روش جواب دادنش رو
انتخاب کنیم. به جایی که توی چت جی پی تی مثلا می‌خواستیم بگیم جواب کوتاه‌تر به ما بده، باید حتما می‌نوشتیم خب یه مقدار جوابت کوتاه‌تر بشه یا مثلا خلاقانه باشه. ولی اینجا خودش مشخص کرده میتونیم مور پروفشنال بزنیم، می‌بینیم که این مقدار نسبت به چت جی پی تی کنتره دیگه. خب اینم چون به خاطر آنلاینه یه مقدار این قضیه هم قاطمونه. میتونیم مثلا بزنیم مور کژوال، ببینیم چه جواب میده. ممکن خیلی خودمونی تر شد، مثلا میگه yes این لوگو توییتر پرنده آبی که داره پرواز میکنه و اینطوری جواب. حالا میتونیم بزنیمش روی شورتر و میبینیم که 2 خط جواب داد که لوگو توییتر یه پرنده آبی در حال پرواز و سال 2012 و کل جهان هم این لوگو رو میشناسن. این از بارد، یعنی توی بارد دستمون خیلی بازه به خاطر که آنلاینه، یعنی اگه کاری هم خودش نتونه انجام بده عموما با سرچ و اینا بهمون جواب میده. نمیدونم ولی برای اکانت من مثل این که فعال نیست، ولی برای خیلی از اکانت فعال شده که با وایس بتونیم با بارد صحبت کنیم، در حالی که با چت جی پی تی نمیشه صحبت کرد و مستقیما با تایپ. فعلا البته برای اکانت من فعال نیست، احتمالاً برای لوکیشن آمریکا فقط فعال باشه، ولی همین آپلود فایلش و آنلاین بودنش خیلی بهتر از چت جی پی تی و خروجی میتونیم براش بگیریم توی سرویس های مختلف گوگل. 3 نوع جواب بهمون میتونه بده، همونطور که میبینی بر اساس حالا چیزی که خواستیم ریسپانس های مختلفی داره. خب این هم از هوش مصنوعی بارد گوگل و هنوز جای کار داره و پیشرفت قرار بکنه، آپدیت زیادی قرار براش بیاد. امیدوارم که سرعتش البته بیشتر بشه و اینکه سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی بدرود همگی.